صحبت‌های غم‌انگیز و مصیبت‌بار این نماینده مجلس رو ببینید، تا انتها خواهش میکنم ببینید و هر کس براش امکان داره آقای اژه‌ای رو توی کامنت‌ها تگ کنه. یکی از بانوان فعال در عرصه عفاف و حجاب که توی یکی از تجمعات حجاب حضور پیدا کرده، سخنرانی کرده، اینو برای چندمین بار برخی از نهادهای امنیتی و قضایی احضار کردن، با وضع بسیار ناپسند بازجویی کردن و متاسفانه وضعیت جوری شده که ایشون چند ساعت بعد از بازجویی از شدت تحملات دچار شوک شدید عصبی و حمله عصبی شده، سکته گذرا کرده، تو بیمارستان بستری شده. من از عزیزان نهادهای امنیتی و قضایی میخوام بپرسم که واقعا تو این شرایط بغرنج معیشتی و اقتصادی مملکت که یه عده از خدا بیخبر معیشت مردم رو گروگان گرفتن، دارن سوء استفاده میکنن، شما به جایی که هماغمتون رو بزنید روی برخورد با این زالو صفتا، الان تمرکزتون شده که یقه 4 تا بی پلن انقلابی رو بگیرین. ما انقلاب کردیم برای این وضعیت، 300,000 تا شهید دادیم برای که برین یقه انقلابی‌ها رو بگیرین. چرا به جایی که اینا رو باز